مردی با سرش که در یک وسیله آهنی گیر افتاده بود ایستاده بود و میدانست هر حرکتی میتواند باعث مرگش شود. دشمن با دیدن وضعیت ضعیف او از خوشحالی خندید. با وجود خطر مرد آرام ماند و متون بودایی را تلاوت میکرد. ناگهان سر خود دشمن در وسیله آهنی مشابهی گرفتار شد. همین که آهن شروع به سفت شدن کرد، دشمن وحشت کرد و نمیدانست چگونه آن را متوقف کنه. مرد به ذکر گفتن ادامه داد و دشمن را به رها کردن نیات قاتلانه خود ترغیب میکرد. اما دشمن گوش نکرد. بالاخره در تلاشی مذبوحانه برای نجات جانش، دشمن موافقت کرد که راههای خشونت‌آمیز خود را متوقف کند و دستگاه شروع به شل شدن کرد و ظاهراً جانش را نجات داد. اما به محض اینکه مرد چوب مذهبی خود را تکان داد، دستگاه آهنی روی سرش شکست. دشمن را در ناباوری فرو برد. دشمن که غافلگیر شده بود، کاملاً تسلیم مردی شد که به طور مصالحه‌آمیز در نبرد پیروز شده بود.